مردم شکرگزار است و صبر کننده. باید به هر یک داد و ناداد خداوند شکرگزار باشیم. دوستان عزیز، در مهاجرت مهنتی قرار داریم. از درگاه خداوند برای هر یک شما تنصیحاتی، عمر درازی، آمد کار، بخت بلند، سر بلند تمنا دارم. خداوند در این کشور سرملت هر یک شما را از آفت زمین